هم میگم دانسته باشید که این کاری را که شما کردید اگر به این تصور باشد که ضربه زدید اون چیزی را از راه مبارزه ما کم کنید نمیتوانید. و همون سخنه که پدر بزرگوارش گفت که عبدالله از صدها زندانی دیگر برای من هیچ فرقی ندارد، این سخن فکر میکنم که برای شما کافی است و باید خوب درک کرده باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، اینک 10 روز می شود بعد از آن که عبدالله فرزند من را از منزلش صبح ساعت 6 گرفته بودند. البته این دفعه اولش بود و 10 روز قبل اخیران پیامی که از فرودگاه دوسلدورف داد و اینکه او را انتقال داده ایستادند و اینک 10 روز می شود که از او هیچ خبری نیست. در جمع آمد امروزه هم که توسط همکاران و آلمانی ها صورت گرفت و برادران دیگر که از همه تشکر میکنیم اشتراک کردن، فقط مقصد با یک چیز است، پیدا کردن و معین کردن جای او. طبق تجربه ها ما چندین بارها مشاهده کردیم، دیدیم نفرانی که از دیگر کشورهای اروپایی به تاجیکستان برگشتند یا یکی نمیدونم استرداد شدند، ولی در روز یکم و دوم از اونها خبر شد، اونها خبر دادند. حتی خودی وزارت امور داخله و یا که کمیته دولتی امنیت ملی اعلان کردند از آمدنشان یا که از در اینجا بودنشان. التماس میکنم که پسری من الان 10 روز میشود که ما از یگام خبری نداریم. التماس از پسرم یگام خبری به ما بدهید. من مادری مریضش هستم، آمدم که به کل جهان بفهمانم که پسر من جستجو دارم. اینقدر جستجو دارم میخوام شما هم مادر دارید، شما هم پسر دارید. التماس قضیه در قضیه پسری من بی‌طرف نباشه. پسری من مریضی استما داره، من نگرانش هستم کجاست پسرم، آیا دارو داره، آیا خورد و خوراک داره پسری من، آیا لباس داره پسری من، الان در کجاست. التماس التماس من مادر به نظر بگیرید، پسر من التماس پیدا کنیم به من خبر بده. التماس تشکر برای همکاری با شما، تشکر دارم. حکومتداران کشور تاجیکستان یک چیز را فراموش نکنید، بردن عبدالله این معنای او را ندارد که مخالفین در اینجا شکست خوردند یا شما با پدر عبدالله و پدر بزرگوارش ضربه زدید. این را هیچگاه فکر نکنید و ما امید داریم که این کاری که شما انجام داده اید و دو فرزند عبدالله را که دو فرزند نوزادند که هر روز پدر گفته گریان میکنند، حتما دانسته باشید که اشک چشمان این کودکان انشاءالله که شما را از سر قدرتتان نیست میکنند. این را فراموش نکنید. اشک چشم مادر، اشک چشم همسر عبدالله، اگر دیگر کسا هیچ کاری هم کرده نتونن، حتما اشک چشمان اینها عرشی الله متعال را بلرزه میدارند و شما را از سر قدرتتان نیست میکنند. توبکه شما بالای مردم ظلم میکنید، توبکه شما بالای مردم ستم میکنید، توبکه شما فرزندان نوزاد را از پدرانشان از مادرشان دور میکنید. هیچگاه این ظلم ادامه نمیکند. ما به این ایمان داریم، به این باوری داریم، اما لااقل باید همون حس ملیگی خودمون رو، انسانیت خودمون رو نباید از دست بدیم. این که حکومت تاجیکستان ظالم است، ستمگر است، انسانان را به قتل میرساند، بیگناه زندان میکند، بیگناه بازداشت میکند، برای هیچ کس پنهان نیست. اما برای ما و شما چی شده است؟ خطاب من به ژورنالیستان آزاداندیش و جامعه شهروندی و آزاداندیشان و دیگرانی که از حقوق انسان در تاجیکستان گپ میزنند و دعوا میکنند، لااقل شما همین طلب، همین تقاضا را داشته باشید که کجا بودن این عبدالله مظلوم، عبدالله بازداشت شده برای ما و شما معین شود، لااقل برای مادرش معین شود، برای همسر و فرزندانش معین شود. اما اگر در شما اندکترین خون انسانی وجود داشته باشد، اندکترین رحم از انسان به شما باقی مانده باشد، کجا بودن عبدالله را برای مادر و همسر و فرزندانش بیان کنید. از شکنجه که بالای
این مردمه که و دیگر نفرها دست بکشید. جواب میگفت که عبدالله کجاست؟ اگر عبدالله در تاجیکستان پرونده دارد پس این باید آشکار باشد. چرا؟ تو اونه که عبدالله رو دپورت نکردن، سفارت تاجیکستان و محکومات تاجیکستان نگفت که عبدالله پرونده جنایی دارد. اگر شما مرد هستید، اگر شما نمیترسید، اگر اون دعوای دارید که حکومتتون دموکراسی است، حکومت سودهای شما عادل است و پرونده هایی که شما میکشید سیاسی نیست، باید آشکارا بگویید که امروز عبدالله کجاست. اگر شما از عبدالله میترسید، پس اگر شما عبدالله رو شکنجه نکردید، پس عبدالله رو نشان بدید. اگر شما میترسید که شکنجه کرده شما جهانی میشود، بعید است که شما عبدالله رو نشان میدید. من با باوری کامل میگم که عبدالله چی گناه صادر نکرده است. عبدالله از سال 2009 این جانب در آلمان زندگی میکند. در قلمرو تاجیکستان عبدالله یگان جنایت صادر نکرده است. اگر شما از عبدالله نمیترسید، عبدالله رو نشان بدید. وایست عبدالله، وایست عبدالله، وایست عبدالله، وایست عبدالله،